وقوع بحران‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها و وقوع بلاهای طبیعی، همچنین تحریم‌ها که ناشی از تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی بر علیه بعضی از کشورها اتفاق افتاده، باعث گسترش فقر و محرومیت در بعضی از این کشورها شده. کشور ایران هم از این جمله مستثنا نیست و خب ما شاهد هستیم که به دلیل همین وقوع حوادثی که اتفاق افتاده بعضا در گوشه کنار کشور محرومیت و فقر بیشتر شده و خب نیاز به کمک به اقشار مختلف و آحاد جامعه روز به روز بیشتر شده. خب یکی از کارهای بسیار انسان دوستانه که در ایران معمولا اتفاق میفته اینه که افرادی که دارا هستند و وضعیت مالی خوبی دارند تلاش میکنن در قالب صدقه مبالغ خردی را به صورت روزانه، ماهانه یا هفتگی در اختیار افراد نیازمند قرار بدند. این کمک ها خب کمک به سزایی در تامین معیشت بعضی از افراد میکنه، ولی خب مبالغش چون ناچیز خرد هستش مقطعی هست و خب کمک اونچنانی در رفع محرومیت و توانمندسازی افراد نمیکنه. از اشکالاتی که این صدقات میتونه داشته باشه اینه که به طور سیستمی هم نیست و به صورت پراکنده انجام میشه. مبالغی که انجام میشه به صورت خرد تامین میشه، به صورت خرد هم تخصیص داده میشه و از طرفی هم جوری نیست که چون کمک گیرنده و کمک دهنده رو در روی هم قرار میگیرن کرامت انسانی یه مقدار مخدوش میشه و بهش ایراد وارد میشه. در طرح همیاران مهر پیشنهاد شد که برای که اون اشکالاتی که طرح صدقه در کشور داشت و برطرف کنیم، گفتیم یک بانک بیاد واسط قرار بگیره بین کمک دهنده و کمک گیرنده، به این نحو که کمک گیرنده مبالغ خردش را در حسابایی که بانک برای منظورهای مشخصی تعریف میکنه واریز کنند. این مبالغ در بانک تجمیع بشه و بانک با انعقاد تفاهمنامه با NGO ها و یا خود شناسایی خود بانک افراد نیازمند رو شناسایی بکنه و در قالب عقد قرض الحسنه بدون سود و کارمزد این مبالغ در اختیار اونا قرار بگیره. مشکل آدم نیازمند بعد برطرف بشه، بعد از اینکه مشکلش برطرف شد مبالغ دوباره به بانک برگرده و به نفرات جدید و آدمای نیازمند جدید در قالب عقد قرض الحسنه مجددا پرداخت بشه. اجرای این طرح اگر درست انجام بشه کمک میکنه 4 ویژگی مثبت ایجاد بشه. اولا که مبالغ خرد تجمیع میشه و به مبالغ بزرگتری تبدیل میشه و میتونه واقعا یک نیاز یک فرد رو برطرف کنه. 2 کار به صورت سیستمی و نظم داده شده اجرا میشه. 3 اون کرامت انسانی اجرا میشه و رعایت میشه و آخرین بحثش هم اینه که مدل در حقیقت مبالغ باعث تکرار شدنی میشه، یعنی اینکه یک مبلغ به چند نفر کمک میکنه و این موضوع در توانمندسازی افراد بسیار اثرگذار و قابل توجه خواهد بود. بانک قرض الحسنه مهر ایران همون گونه که اشاره شد یک بانک حمایتی هستش و به صورت غیر انتفاعی اداره میشه. بانکی که غیر انتفاعی باشه قاعدتاً انتظار سود ازش وجود نداره. به همین دلیل ما به این رسیدیم که بهترین ارگان و یا سازمانی که میتونه واسط بین کمک دهنده و کمک گیرنده باشه یک بانک غیر انتفاعی هستش. با مراجعه به بانک قرض الحسنه مهر ایران و ارائه مدل خودمون به این بانک پیشنهاد و پذیرفتند و مدل در این بانک به صورت کاملا الکترونیکی تعریف شد و به نحوی انجام شد که از طریق اپلیکیشن های خاص مردم میتونن تمام منابع کمکی خودشون را به صورت خرد و به صورت انبوه به هر طریقی که تشخیص میدن به حسابایی که بانک برای این منظور باز کرده واریز کنند. از اون طرف قراردادهای منعقد میشه با NGO ها و NGO ها سعی میکنن که آدمای نیازمندا و آدمایی که میتونن با مبالغ بزرگتری بتونن مشکل خودشون رو برطرف کنن و بعد از اون بتونن مبالغ رو به بانک برگردونن که به نفر بعدی پرداخت بشه.
بانک به دلیل ویژگی‌های گستردگی که از نظر شعبه در سراسر کشور داره، به دلیل داشتن مسائل بحث‌های بانکداری الکترونیکی در بانک وجود داره و دسترسی همه مردم به نظام بانکی برای هم کمک کردن و هم کمک گرفتن راحت تر هستش. به اضافه اینکه مبتنی بر عقد قرض الحسن هم هست. عقد قرض الحسن هم کمک میکنه که مبالغ به صورت بدون سود و بدون کارمزد در اختیار افراد قرار بگیره، مشکل افراد برطرف بشه، برگرده 2 مرتبه این مبالغ در اختیار افراد دیگری از طریق بانک قرار بگیره. بهترین نظم دهنده ترین مسیر به نظر رسید که یک بانک و بانک قرض الحسن مهر ایران هم تو این زمینه میتونه کمک به سزایی عمل بیاره. خب میزان اثرگذاری این طرح در مدل طرح همیاران مهر به دلیل اینکه یک بانک واسط هستش میتونه بسیار گسترده باشه. دلیلش هم برمیگرده اینکه افرادی که میخوان کمک کنن دقیقاً میدونن کجا باید مراجعه کنن و افرادی هم که میخوان کمک بگیرن دقیقاً میدونن به کجا مراجعه بکنن و این کرامت انسانی که اشاره شد به کلی رعایت میشه. از نظر کارم چون تو کشور ما بحث صدقه حجم بالایی از کمک‌های مردمی تشکیل میده، به نظر میرسه اگر این ضابطه را ما بتونیم خوب توضیح بدیم برای مردم و بدونن که کمک‌هاشون به جای 1 مرتبه چند مرتبه در خدمت نیازمندان خواهد بود، استقبال بسیار زیادی از این طرح خواهد شد. این مدل در بسیاری از کشورهای اسلامی به راحتی قابل اجرا هستش به دلیل اینکه خود صدقه و کمک انسان دوستانه هم سنت پیامبر ماست، هم در قرآن بسیار تاکید شده روی این موضوع. ما با بررسی و مطالعه که اشاره کردیم دیدیم بهترین کار اینه که مدل صدقه را تبدیل کنیم به قرض الحسنه که قرض الحسنه تاکیدات بسیار بیشتری نسبت به صدقه در قرآن نسبت به اون به عمل اومده. در این راستا همه کشورهای اسلامی میتونند با این مدل و با مدل اجرا کردن بحث قرض الحسنه هم روی توانمندسازی افراد کمک کنند و هم مبالغ را تکرار پذیر کنند و مبالغ مشخصی تعداد دفعات بیشتری بتونه به آدمای بیشتری کمک بکنه و نیازهای اونا برطرف کنه و با یک گردش بزرگی حجم بالایی از نیازمندهای جامعه رو بتونیم پوشش بدیم. در اجرای این طرح به نظر میرسه که خیلی ما با مشکلی مواجه نشیم. دلیلش هم برمیگرده این که ما هر روز شاهد انواع اقسام کمک‌های مردمی به نیازمندان هستیم. تنها کاری که تو این طرح اومده انجام داده اینه که مدل رو نظم داده، انضباط داده و تکرار پذیرش کرده. به همین دلیل تا زمانی که مردم حس انسان دوستانه دارند و حس کمک کردن به همدیگه دارند، این طرح در تمام کشورها من جمله کشورهای اسلامی به راحتی قابل پیاده است و میتونیم از اون به نحو احسن استفاده کنیم. خب این طرح از شفافیت بسیار بالایی برخورداره. دلیلش هم بر اینه که چون مبتنی بر اجرای اون در یک بانک هستش و بانک زیر ساختای خاص خودش برای کمی کردن اعداد و ارقام داره، به راحتی میتونیم هم کمی پذیر کردن طرح رو توضیح بدیم. تعداد کسایی که کمک میکنن با مبالغشون کاملا مشخص هستش. تعداد کسایی که وام میگیرن از بانک با مبالغ و مدت مبالغ که در اختیارشون قرار میگیره و اقساطی که باید پرداخت بکنن کاملا مشفف هستش. به اضافه اینکه بانک بر اساس بانکداری الکترونیکی که داره در حقیقت این طرح رو اجرایی میکنه و خب تو بانکداری الکترونیک همه میتونن هر لحظه تمام اطلاعات ورودی و خروجی و تعداد کسانی که تحت پوشش این طرح قرار گرفتن و تعداد کسانی که کمک کردن را به خوبی مشاهده کنیم. برای اجرای این طرح خب ما لازم بود که صدقه را به نحوی تبدیل کنیم به قرض الحسنه، یعنی کمک‌هایی که مردم بلا عوض انجام میدادن تبدیلش کنیم به یک چیز تکرار پذیر و اینکه هر لحظه بتونه یه پول چند مرتبه به افراد مختلف کمک بکنه. بهترین کار این بود که کمک‌هایی که در قالب صدقه انجام میشد ما از طریق عقد صلح از کمک دهندگان دریافت کنیم
و بعد مبالغی که در قالب این عقد وصول شده در قالب عقد قرض الحسنه به نیازمندان اعطا کنیم.